دیگه میخوام حرف دلم و رک و پوسکنده بزنم دکتر جون. داوود که اولاد برادرتونه، پاره تنتونه، گناه نکرده که دلش پلو عموزاش گیره. بگین چهارشنبه‌ای تو کوچه حمام کیه دیدم؟ کیو دیدی؟ خانم سامیه، همین که مدیر مدرسه مهرزمان شده. خب فهمیدم ناظم مدرسه واسطش کرده از شما اجازه بگیره خدمت برسه برای امر خیر. البته من جوابش دادم گذاشتم تو کاسش، گفتم نه خانم جان، قربان کرمت. این یارو اسم داره، آقای خسروانی. وای یارو یا هر که، بی خود برای خودت خیالات نباف. بنده خسروانی هستم. از آشناییتون خوشبختم. امروز خسروانی نامی اومده بود مطب. از قرار سرکار چند ماهی که با ایشون هشت و نشت داری. من اگه به جای تو بودم جای این که بشینم یه گوشه قصه بخورم، چنان آب پاکی رو میریختم رو دست این زنمو که بره تا قیامتم پشت سرش رو نگاه نکنه. یک مانی رافاقی ازش بسازم که این مار دم کوفته تا آخر عمرش دور خودش بچرخه. به خیالش دیگه انقدر من خاک بر سر شدم که هر قاقل خشکی گداگوزه‌ای بتونه بر من قمپوز در کنه. خانم عیبه یه خورده ملاحظه کنی. مگه من مرده باشم که بذارم هر خال خاک اندازی بشه میزبالده این طایفه؟ دیشب آقای خسروانی رو احضار کردن شهربانی، گزارش دادن تو منزل دکتر فرزام آمده شد داره. قسم میخورم کار زنموه. طرف کاکای حاج محمد زمانم که باشه، مهرش که افتاد تو این مشک لبلبو میشه یوسف کنعانی. گمان میکنی این آقا همونه؟ از حال و روزت پیداست که خودشه. مبارک. برو به اربابت بگو خانم منیرافاق اومده واسه عرض شاد باش. این چه بساطیه خانم داداش؟ شما که میخواستید دختر به غیر بدید لااقل یه گوشه میزدید منم حساب دستم بیاد جلوی مردم در دهنمون گل بگیرم. داماد عزیزت نفوذیه. به خدا لت و پارتون میکنن. ساعتی پیش به من اطلاع داده شد که حکم بازداشتم از سوی مقامات امنیتی در پایتخت صادر شده است. خسروانی صاحب خونهش گفت 2 ماه پیش کرایه‌شو داد، چمدونشو بست و رفت. موضوع سر یه نامه است. چه نامه ای؟ یه نامه از طرف خسروانی. ای بابام هی. کی به تو گفت این نامه رو باز کنی؟ کی به تو گفت بازش کنی ها؟ من باز کردم. سرتو بالا بگیرم اوزا، اون لیاقت این اشکار رو نداره. کی اشک ریخته؟
کی اشک ریخته؟ تو صورت من یه قطره اشکم میبینی؟ دیگه هیچی تو این دنیا نمیتونه اشک منو در بیاره. هیچی. این مدت به تو هم خیلی زحمت دادم. روزایی بود که اگه تو نبودی هیچ چیز و هیچ کس به دادم نمیرسید. خیلی از لطفت ممنونم. من که غریبه نیستم، قومتم. یه لطف دیگه هم در حقم بکن. بگو. چی؟ اگه واقعا خیر و صلاح منو میخوای بذار رو پای خودم وایسم. بذار رو پای خودم وایسم. بزنم و سلام منو برسون. عموزا میخوام یه چیزی بگم اما میترسم باز دوباره قیس کنی. خواهش میکنم یه دقیقه به حرف من گوش بده. میگم نگو. فکر کردی چی؟ حالا چون عموزات با سر خورده زمین میتونی زیر بالا پرشو بگیری یا منتدارش کنی؟ این چه حرفیه؟ تو خیلی خوبی داوود، ولی این عموزات دیگه به درد زندگی نمیخوره. صیغه منو به اسم بدبختی خوندن. برو برای خودت یه عروس سفید بخت پیدا کن. باشه میرم، ولی صبر میکنم تا داغ دلت سرد بشه. صبر میکنم تا باز به صرافت زندگی بیفتی. اون وقت اگه باز بگی نه باز صبر میکنم. میارزه که صبر کنم عموزا، میارزه که صبر کنم. شما سرمشقی بودین برای پاک زیستن. زنده ترین گواهی مدعا بودین که میتوان در این دوران پر نیرنگ زیست و بدون غرض و توقع مطیع نفس سلیم بود. اما همواره در حضور شما و در مقابل محبت صادقانه‌ای که به من داشتید، چگونه می توانستم به یاد نیاورم که از آغاز شما را فریب دادم و این عشق از همان سرچشمه به تزویر و ریا آلوده بوده است. بارها تلاش نمودم تا نیک نفسی از کف رفته خود را باز یابم و چنان گم شوم که اندک اثری از خود بر جای نگذارم. اما چشم پوشی از امکان سعادتی که بر من روا داشته بودید برایم میسر نبود. هرچند که میدانستم این دلدادگی دوامی نخواهد یافت. گرچه وظیفه شومی را که من آغاز کردم دیگرانی چون من به پایان رساندند، اما رنج این رسوایی در وجود من چون زخمی دهان باز کرده برای همیشه باقی خواهد ماند. اینک با خاطره خوش یک زندگی تو ام با شرافت چون شبعی لعین به همان منزلگاه هولناکی بازگشتم که در آنجا سرشت خود را به شیطان سپردم. مرا نفرین کنید و به فراموشی بسپارید. چگونه می توانستم به یاد نیاورم که از آغاز شما را فریب دادم و این عشق از همان سرچشمه به تزویر و ریا آلوده بوده است. هرچند که می دانستم این دلدادگی دوامی نخواهد یافت. مرا نفرین کنید و به فراموشی بسپارید. نفرینت میکنم آقای خسروانی، ولی فراموشت نمیکنم.
فراموشت نمیکنم. باش حرف بزن. بگو اگه بلای سرت بیاد مادرت خودشو میکشه. جدی میگم. چشم. جدی میگم. باید بفرستیمش بره یه جایی، هر جا. این دختره رو عقد میکنیم همراش بره. بله بله. یه مدت نباشه این آبا از آسیا بیفته. غلط میکنه زیر بار نره. باشه غلط میکنه. باشه. یه زنگ بزن خونه این دوستش سیاوش، ببینین آقازادتون تا این وقت شب کدوم قبرستونی بوده. دیگه شما شلوغش نکن خانم، هر جا باشه الان پیداش میشه. خانم با تلفن زدن فقط بدتر قضیه بیخ پیدا میکنه. شما اجازه بدید من همین امشب تکلیف این پسر خیره سر روشن میکنم. الان برمیدارن. الو، منزل جناب احدی؟ آقا سلام علیکم، من مهندس فرزام هستم. بله بله به لطف شما. حال شما خوبه؟ خانواده خوب هستن؟ بله. ببخشید میخواستم اگر ایرادی نداشته باشه با آقازاده صحبت کنم. آها تشریف ندارم. بسیار خوب. نه اتفاق خاصی نیفتاده، فقط میدونید که با این اوضاع و احوال باید بیشتر مراقب بچه ها بود. بله به هر حال ببخشید که مصدق اوقات شدم. بله سلام و بنده رو خدمت خانم ابلاغ بفرمایید. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. عرض کردم سلام. ماهی بله داماد کوچیکه نصرت خان مرادی اومده میگه خان حالش خوش نیست. بی زحمت یه تو که پا تشریف بیارین عمارت گلدشت. بله چشم. حالا بلند شو بریم شام بخوریم بعد میریم. بلند شو. آماشم بریم. مراقبش. ماهی
چیه؟ باز که بادای ناموافق کشتیاتون رو غرق کرده. تارا کجا بودی؟ در چماخم روزگار لاکردار. پرسیدم کجا بودی؟ یعنی چی کجا بودم؟ تو بگو. اینجور که شما میپرسین کجا بودی؟ خب معلومه پشتبندش هم جواب حاضر آماده تو خشابتون داری. ما زنگ زدیم مؤسسه، گفتن تو یه ماهی سر کلاس نرفتی. هر کی بوده خواسته دشمنی کنه. گفتن مؤسسه تعطیله، ما اصلا یه ماه کلاس نداریم. خب این مدت کدوم گوری میرفتی؟ خب میرفتم یه کلاس دیگه. این چه کلاسیه که ما نباید بدونیم؟ بگم از خنده ریسه میری. نه، ما قول میدیم زیاد نخندیم. همینه. بفرما. نگفتم؟ مسلما تو این کلاس فقط تجوید و زیرزبر به شما درس نمیدن. از این کاغذ الان همه جا تو دست همه هست. ولی نه اینقدر خود شدی مگه پسر؟ میدونی اگه موقعی دست به دست کردن این اعلامیا خفتتو بگیرن چه بلایی به سرت میاد؟ با گذشته‌ای که ما داریم پوست هممون کنده است. به خودت رحم نمی‌کنی، لااقل به مادرت رحم کن. همین مونده تو این سن سال کیسشو بگیرن بندازن زیر مشتلگرد. میگم همین امشب بیام ببرم. چی ببره؟ دیگه چه فرقی داره کی ببره؟ شنیدی؟ قضیه سکرته. آقا اگرم بخواد نمیتونه بگه. باید وظیفه انقلابیشو درست انجام بده دیگه. فردوس، بار آخری باشه وقتی مادرت داره با حرف میزنه عین حیوان سرتو میندازی میری. بشین. گوش کن پسر، ما خیلی قبل از اینکه تو و جغله های مثل تو خونشون برای آزادی به جوش بیاد فهمیدیم مبارزه یعنی چی. خیلی قبل از اینکه شما بخواین از سر کول این دنیا بارا برین فهمیدیم پشت این دیواری که میخواین با سر خرابش کنین هیچ دار و صفایی نیست. قطر این دیوار تا قیامت بابا. پای این دیوارم خونه یه مش بدبخت بی خود و بی جهت تباه میشه، بقیه هم دیر یا زود با سر شکسته بر میگردن سر خونه زندگیشون. هر کسی هم سعی میکنه گناه این اشتباهو بندازه گردن اون یکی. منظور زندگی تو با خود. همین؟ همین. خب چه عالی، چون منم میمیرم واسه زندگی، ولی کافیه پاتون از این در بذارین بیرون. اون وقت میبینین چه بخواین چه نخواین وسط معرکه این. شما هم در این سراغشون، خب اونا میان سر وقتتون. هر چقدر خودتون رو عقب بکشید نمیتونین از سرشون کنار برین. اینجاست که باید انتخاب کنین، یا این طرف یا اون طرف. آدم وقتی دهنش بیشتر از مغزش کار میکنه جز این اراجیف هم نباید توقع داشت. بله، همین نشون میده از الان قافیه رو باختی، چون این آزادی که زیر علمش دارین سینه میزنین خودتونم نمیدونین خوردنیه یا پوشیدنی. انقلاب با آرتیست بازی عوضی گرفتین. بابا این همون میکروبیه که همیشه مبارزه رو به گند کشیده، همون ویروسیه که یه مدت میفته تو تن مردم بعدم خود به خود از بین میره، ولی یه عمر مریض و فلج و زمین گیر میکنه. تموم شد؟ نه خیر، به این حساب باشه خیلی چیزای دیگه هم مرزه. خفت به جون خریدن هم مرزه، به ریش مردم خندیدن هم مرزه. آره همش مرزه، ولی حسن این جور مرزا اینه که لازم نیست تظاهر به سلامت کنی. عین حقیقته. حقیقت هم همیشه یک تعارف مامانی و دوست داشتنی نیست عزیز دلم. بعضی وقتا بدترین چیز و تلخترین چیز تو دنیاست. شما اجازه بدی من بی خود سعی نکن با این حرفای دهن پر کنت به من راه و رسم زندگی نشون بدی، چون من انقدر تو زندگیم سختی کشیدم که بتونم با خودم بیرو در بایستی کنار بیام. شما که انقدر از این زندگی دلخور بودین واسه چی من انداختین تو دامنش؟ ساکت! حق نداری با مادرت اینطوری حرف بزنی. نه خانم، مشکل شما این نیست که تو زندگیتون رنج کشیدین. مشکل شما اینه که نتونستین این رنجو بی چشم داشت تحمل کنین. خفه شو! من به شما مدیونم. شما منو با شیره جونتون بزرگ کردی، ولی بیشتر از شما به این زندگی مدیونم که منو از وجود شما جدا کرده. فردوس بابا،
پسرت دیگه بزرگ شده هموزا. دیگه زیر روانداز کوچیک زندگی ما جاش نمیشه. 20 سال طول کشید تا اون بختکو از زندگیم کنار زدم. 20 سال. به دلت بد نیار. ماهی جانم بگو هرمز خان. یه چیزی بهت بگم، اجالتا صداشو در نیار. باشه میگم صداشو در نیار. ماهی جان ماهی. اشکال نداره. پاشو ببرمت همون. نما بردم. ماهی بله ماهی جانم هرمز خان. زنگ بزن تهرون، بگو دارو نفرستن. بله چشم. لط و پارش کردن ناصر خان. باش برو بریم همون. ماهی بله زنگ بزن تهرون، بگو دارو نفرستن. چشم لط و پارش کردن ناصر خانم. بله لط و پارش کرد. بریم هم بریم مواظب باش از این. فردوس فرزام. نام پدر داوود. جالبه. نام مادر موارد جرم: تکثیر و پخش اعلامیه، شرکت در تجمع غیرقانونی، نقض مقررات، جوانی. پدر مادرت با این کارات موافقن؟ میدونن کارهای غیر قانونی میکنی؟ فکر میکنی الان اونا چه حالی دارن؟ مسلماً حال خوشی ندارن. وقتی این کارا رو شروع کردی فکر نکردی یه روز ممکنه گرفتار بشی؟ نه، چون آدم دوراندیشی نیستی. وقتی فکر کنی کاری درسته انجامش میدی. من همه مردم نیستم آقا. منم با هر کسی
هر کسی اینطور صحبت نمیکنه. ولی در مورد تو قضیه فرق میکنه. ناچارم کمکت کنم. البته منم مثل تو دوست ندارم آدم ها به مشقت بیافتن، ولی برعکس تو وقتی به آدم ها فکر میکنم یک اقیانوس بزرگ انسانی جلوم سبز نمیشه. به آدم هایی که میشناسم فکر میکنم، به هر کدومشون هم نگاه میکنم میبینم که واسه رسیدن به هدفشون حاضرن دست به هر کاری بزنن. خب منم اصلا این مردمم، با این فرق که کارم رو بی رنگ و لاب انجام میدم. اما شما رو با هیچ تناب رحمتی نمیشه توی این لجن بیرون کشید. بلندتر بگو. تو یه شورشی مادرزادی، هرچی موافق طبعت نباشه مخالفت میکنی، به خاطرش حاضر جونت هم بدی. آدمی مثل تو نمیشه جنگید، نمیشه مدارا کرد، فقط باید تسلیم بود. برش دار. گفتم برش دار. جد تو شطرنج باز قهاری بود، ولی تو منطقی بازی نمی‌کنی. شما آبرو واسه من نذاشتین، حیثیتمو به لجن کشیدین. بابا جان من نکردم، من نگفتم، نه اینکه نخوام کاری بکنم، کاری از دستم بر نمی اومد. واسه تیمسار پیغام فرستادم، گفتم حاضرم تو تهرون 500 متر زمین دونبش سلطنت آباد و به نام هر کی بخوای سند بزنم، فقط این بچه رو از اون تو بکشیم بیرون. ولی کو گوش شنوا، این روزا سگم صاحبشو نمیشناسه، هر کسی میخواد گله خودشو از آب بکشه بیرون. من همونقدر جرم داشتم که بقیه. خیلی خوب،
پس بقیه هم امروز یا فردا آزاد میکنم. اگه نکردن چی؟ اگه نکردم میریم میگم آقا مرحمت فرموده ما را مس کنید، جناب عالی رو دوباره برگردونن تو هلفتونی که به حیثیت انقلابی بر نخوره. اگه میخوای بری هموم آب گرمه. لباسات هم بنداز ماشین لباسشویی. بله، منظور خانم والدتون اینه که به قول ننه ماهی خدا بیامرز ریخت شنگاه انگار از شام غریبون برگشته. این یه هفته که تهران بازداشت بودی پدرم در اومد. یا به خوش از گلوم پایین نرفت. به هر دری زدم، به هر جا بگی سر زدم. مونده بودم اگه یه وقت بلایی به سرت بیارن خودم به درک جواب مادرتو چی بدم. این هفته شده بود این برج زهرمار بگی یک کلمه حرف زده نزده. ولی از الان دارم بهت میگم فردوس، اگه یک بار دیگه از این قلدربازی ها در بیاری دست و پاتو میبندم میندازم تو انباری. به این ثریا هم تلفن بزن، تفلکی دقمرگ شد. بله، این بیچاره اگه میدونست قرار آزاد بشی با یه دست گل میومد استقبالت. تمام این یه هفته رو زنگ میزد خونه اشک و آه. خودمون کم بدبختی داشتیم، بعد به عرض حال ایشون هم میرسیدیم. سردردت بهتر نشد؟ از سوء تغذیه از خانوم. من چه میدونم این بچه های کر مربایی رو چه به این غلط ها. سر به سرش نذار. بله؟ چطور شد؟ بابا فردوس، ما اگه میدونستیم هر کس 2 روز بره زندون انقدر عزیز میشه که خب میرفتیم زندان. این زندونی که من رفتم به درد عمم میخورد. ببخشید میشه بپرسم این خواهر نداشته بنده چه هیزم تری به شما فروختن که اینطور از کوره در رفتین؟ من نمیدونم شما چه دوز و کلکی سوار کردی، اما اینو خوب میدونم اون لندهوری که تو زندون میخواست به من درس زندگی بده آدمی نبود که بی خود واسه کسی دل بسوزونه. سنگ مفت، گنجشک مفت. خواسته اینطوری با من بی حساب بشه. ماهی 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 خواب دیدم تنگ غروبی آقا نشسته بود تو 5 دری بدجوری بغ کرده بود. گفتم آقا جان دشمنتون. گفت هرمز خان ماهی سر به هواست، نیستم موی از سر این دختر کم نشه. بعد 20 سال ما هنوز به هم دیگه نامحرمیم. بعد این همه سال اون هنوز نتونسته
این کینه عزیز رو از دلش بیرون کنه. ولی من همیشه شریک غم و غصه‌هاش بودم. نبودم هرمز خان؟ نبودم؟ بازم هستم. بازم هستم. قصه نخور ماهی. اونی که اون بالا نشسته خودش بلده چطور این گردونه رو بگردونه. بله. الو. چگونه میتوانستم به یاد نیاورم که از آغاز شما را فرید دادم و این عشق از همان سرچشمه به تصویر و ریا آمده بوده است. هرچند که میدانستم این دلدادگی دوامی نخواهد یافت. مرا نفرین کنید و به فراموشی بسپارید. من دارم میرم. چراغ دنیا با خون روشنه. بیا بگیر. چراغ دنیا با خون روشنه. کروشین جنام کروشین عزیز کروشین تمام مرد رو ریختن تو ماشین.
من باید برم. دستی رو که نمیشه برید. باید بوسید. الو الو میدونستم بالاخره جواب میدی. منتظرش بودی. من به شما دینی دارم که باید ادا کنم. فقط امیدوارم فکر نکنین از ترس به چنین منطقی رسیدم، چون این بدترین قضاوتیه که میشه درباره عشق. هرگز در عشق من نسبت به خودتون تردید نکنید.
چه پیر شدی داوود. اما خوشم که مانده برام جای پا